کمیته دولتی اداره زمین و گردزی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است که به دلیل افزایش با سرعت اهالی در کشور و جدا کاهش یافتن میدان کشت محصولات کشاورزی در شهرک و ناحیه‌ها بناهای بلندآشانه بنیاد شود. رجب احمدزاده رئیس این نهاد روز دوشنبه 18 ایول در یک نشست خبری گفت با نظرداشت افزایش خیلی زیادی اهالی در تاجیکستان این نهاد به حکومت کشور پیشنهاد کرده است که برای عائله‌های احتیاجمند بنیاد خانه‌های بلندآشانه کم خرج به نقشه گرفته شود. افزایش اهالی در جمهوری زیاد است و ما باید زمین را ثمرناک استفاده بریم برای آنکه زمین ما را میخوراند میپوشاند و هر یک وجب خاک زمین تاجیکستان را ما باید احتیاط کنیم، حفظ نماییم و ما نیت داریم، پیشنهاد هم کردیم که آینده برای همین عائله های احتیاجمند بنیاد خانه های بلند آشانه کم خرج هستند. کم خرج که امروز ما باید در محل ها نقشه مفصلی همین محل را کرده در شهر و نواحی اگر در 12 ساعت دو عائله جای کنیم ما حساب کردیم در 12 ساعت قریب 48 عائله را جای کرده میتوانیم اگر خانه بلند آشانه بنیاد کنیم. ضمناً بنا به معلومات اداره سازمان ملل متحد آید به مسائل اقتصادی و اجتماعی سرعت افزایش اهالی در تاجیکستان در میان کشورهای پساشوروی بالاترین بوده و در ظرف 2 سال اخیر اهالی این کشور به تعداد 2.3% افزایش یافته است. با قول رجب احمدزاده فعلا همه ساله به هزارها عائله برای بنیاد منزلی خصوصی قطعه های زمین از جمله در زمین های آبی جدا می شود و ادامه این روند می تواند به جدا کاهش یافتن میدان های کشاورزی و در نهایت به طور قابل ملاحظه کم شدن استحصال محصولات آذوقه‌واری آورده رساند.